سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. راستیتش رفقا، این ویدیو رو صرفا جهت یه چیزی گذاشتم که به نام خلیج عرب، که فکر کنم ترامپ داره خلیج فارس رو به خلیج عرب تغییر میده و از همین چند هفته بعدم قراره به حکومت های عربی سفر کنه و شاید خلیج ما تبدیل به خلیج عرب شه. و اصلا به صدای من توجه نکنی، من 17 سالمه، من نزدیک 17 سالمه و میخواستم اینو بگم که ما تو یه دونه برهه زمانی هستیم که حتی آمریکا که بهترین دوست ما بود الان به بدترین دوست ما تبدیل شده و بیشتر رفته پشت عربا و این خیلی چیز بدیه و میشه گفت که طبق نظری که انجام شده با آمریکا جنگ بشه و اسم خلیج فارس هم بشه خلیج عرب، همونطور که ترامپ خلیج مکزیک رو کرد خلیج آمریکا و ما شاید خلیج خودمون هم از دست بدیم و تمام مسخره بازی هایی که توی خلیج عرب میکردیم، یعنی یه طوری که مثلا میگفتیم خلیج عرب یه جور توالت خونمونه، الان از بین بره و خلیج دوست داشتنیمون رو از دست بدیم. ولی اگه بتونیم این موضوع رو توی به قول معروف توی فضای مجازی گسترشش بدیم، شاید بتونیم از این موضوع جلوگیری کنیم که من بعید میدونم. ولی اینو مطمئنم که اگه آمریکا این کارو بکنه، مردم شاید به غیرتشون بخوره و به قول معروف اعتراضات برپا کنن و شایدم یه جنگ خیلی سنگینی بین آمریکا و ایران اتفاق بیفته، که ما با آمریکا قبلا جنگ داشتیم. حالا به جنگ بین ایران و عراق اشاره نمی کنم، اگه خواستید میتونم واسهتون یه دونه موضوع اختصاصی از اون درست کنم. ولی همچنان ویدیوهای فانم و اینا هستش. ولی فقط اینو میخواستم بگم که به این موضوع واقعا توجه کنید که موضوع واقعا به قول معروف مهمیه برای ما ایرانیا و خلیج دوست داشتهمون که از هزاران سال برای ما هستش داره به دست بیگانگانی مثل عربا که هیچ معلوم نیست خرن چیان، سوسکورن، اصلا معلوم نیست چیان اینا، داره میفته. امیدوارم که از این موضوع جلوگیری شه. با اینکه اصلا به قول معروف یوتیوبر خاصی نیستم، ولی خواستم در مورد این ویدیو، در مورد این موضوع یه ویدیو بسازم دیگه. ببخشید. فعلا خدا حافظ.